دکتر دهن این مردو باز میکنه و یه وسیله عجیب برای باز نگه داشتن دهنش به سرش میبنده. بعد یه لوله داخل دهن مرد میذاره، حتی جایی که امکان داره لوله رو به داخل فشار میده. مرد سعی میکنه فریاد بزنه، اما حالا دیگه حتی این کارم ممکن نیست. دکتر اونقدر لوله رو داخل میده تا به شکم مرد برسه. بعد دهانه لوله رو که به یه شیشه پر از مارماهی وصله باز میکنه و مارماهی ها از داخل لوله به سمت دهن مرد شنا میکنن و تنها کاری که اون میتونه انجام بده تماشای مارماهی هاست که دارن وارد بدنش میشن. اما چرا دکتر این کارو با مرد میکنه؟ در واقع دکتر کشف کرده با انجام این فرایند میتونه عصاره‌ای از بدن مرد استخراج کنه که روند پیر شدن رو از بین میبره و مصرفش انسان رو برای همیشه جوون نگه میداره. چند روز قبل مرد داخل یه بیمارستان به هوش میاد در حالی که پای راستش گچ گرفته شده. دکتر به مرد میگه اون تصادف کرده و حالا باید روند درمانی بیمارستان رو طی کنه. و چند روز بعد